به نام خداوند مهربان، بینندگان گرامی، به برنامه بازچیگپ خوش آمدید. امیدواریم که روز خوب و لحظات خوشی داشته باشید. حالا با همراه من برادر بابا جان قیومزاد در این برنامه شرکت خواهد کرد. یکی از خبرهای امروز، خبرهای مهم این روز، اون بازداشتی، یعنی واکنشی مقامات به بازداشتی نزدیکان استاد محیدین کبیری رئیس حزب نهضت می باشد. رئیس جماعتی همون ناحیه فیض‌آباد، در ناحیه فیض‌آباد گفته است که یعنی بازپرسی نزدیکان محیدین کبیری از جمله این رئیس جماعت، از جمله پدری 95 ساله اش را رد کرده و گفت آنها تنها برای نصیحتی فرزندانشان به صحبت دعوت شدند. یعنی اون مقامات دیروز این پدری بزرگواری استاد محیدین کبیری را که 95 سال دارد برای نصیحت فرزندانشان دعوت کرد. به نظر شما این چی؟ یعنی واقعا این هم یک کاری عجیب است. در حکومت ما مثل این که همه باید دستور بگیرند که به فرزندان خود نصیحت کنند. مثل قانونی که برای مسئولیت پدر و مادر که باید ما مجبور کنیم پدر و مادر که فرزند خودش رو تربیت کند. اینجا هم باز میخوان یک نفر رو مجبور کنند که فرزندان خودش رو نصیحت کند. اون هم چی نصیحت؟ از انتقاد کردن از حکومت دست بردارن. این هم برای ما رئیس جماعت هم گفته که بیاین تاجیکستان و از انتقاد حکومت در خارج از کشور دست بکشن. خب ببینید اگر واقعا هم منظور فقط یک همین باشد که اونها بیاین برای نصیحت فرزندانشون باشد، خب شرط هست یک مسافری پیرمردی بیماری 95 ساله رو شما برداشته ببرید به اتاقی نمیدونم امنیت است، پلیس است، در اونجا باید به فرزندش نصیحت کند. و حتی یک تنها اون پدری 95 ساله او نبود، بلکه عمه‌اش، فرزند، حتی از دیگر نزدیکان استاد محیدین کبیری رو از دیگر ناحیه ها هم برای بازپرسی دعوت کردن. واقعا این یک عملی نمیدونیم این ناجوان مردانه و عصری میانگی. واقعا این عمل خیلی عجیب بود. به همین خاطر شما میدونید که در رسانه‌های خارجی هم چقدر گسترده یافت. در رسانه‌های خارجی همین خبر محض به خاطر اینکه مردم تعجب میکنند که به خاطر یک صرف یک فکر دیگر داشتن، به خاطر یک انتقاد از یکی از دوستان من وقتی که این خبر را دید زنگ زد به من میگوید که در تاجیکستان شما به این حد رسیده که یک پیرمردی 95 ساله برای فعالیت سیاسی فرزندش دعوت شود و بازپرسی شود. اون حیران شد. واقعا یک جای بود و دیگر هم اونها گفتن که بیاین تاجیکستان و از انتقاد دست بکشن. یعنی اون چی تهمت ها و چی پرونده های علیه او انجام دادن یا که دیگر فعالان سیاسی. پس میگویند بیاین به تاجیکستان. شما پس معلوم این است که اون اقدامی کردن که حزب نهضت اسلامی را ممنوع اعلام کردن و همچون در لیستی سازمان های تروریستی اون را جا دادن، این یک اقدامی نادرست بود. وگرنه چی اون محیدین کبیری و امثال او دیگر سیاستمداران و فعالان سیاسی در تاجیکستان بسیار با صبر و تحمل مردم دعوت میکردن ولی وقتی که شما این را نخواستید دیگر اونها چیکار بکنن؟ ببینید معلوم میشد که اینجا حکومت، مشکلی حکومت تنها نهضت یا اینکه این چیز نیست. اصلا حکومت ما تحمل شنیدن هیچ انتقاد، هیچ حرفی را ندارد. و کدام حکومت میتواند همه مردم را موافق خودش کند؟ در کجای دنیا ما چنین حکومتی داریم؟ در تمام دنیا حکومت‌های، در همه حکومت‌هایی که کمترین آزادی را حداقل دارند، رسانه‌های آزاد، حزب‌های مخالف سخن خود را میگویند، با هم مشکلات مخالفت میکنند، مشکلات رو تازه در کشورهایی که دیکتاتوری هم هستند و در اونجا تبادلات دولتی صورت گرفته است، یا اینکه خیلی مثلا شما امروز در مصر اگر نگاه کنید، وقتی که ما با بعضی از اون مخالفان حکومت امروزه مصر صحبت کردیم و گفتیم این چنین حادثه رخ داده است در ما، شما دیدید که چی میگویند؟ میگویند این چی حکومت است، این چی خیلی اصلا نمیتونن تصور کنند که یک آدم
به خاطر دیگه عقیده مخالف داشتنش تمام اولادش مثلا مورد بازجویی قرار میگیرن. این اصلا معلوم میشود که این روشی که اینها پیش گرفتن اصلا در هیچ معیار دیگر وجود ندارد. تنها در همون گوشه از دور افتاده مثل تاجیکستان ما مانده است که مثل در همون چیزهای روش‌های عصر میانگی قبیله‌ای که از اون دوران استفاده فرض کردیم که با گفته اون مقامداری محترم کشور که گویا نصیحت اونها رو برای نصیحت دعوت کردن، بسیار خوب. اگر پدری اون رو تنها دعوت میکرده میگفتیم که اون، ولی اینکه برادرش، خواهرزادش، اون خواهرش، جیانا را، یعنی اینها را معناش یعنی معلوم است که اون یک فشاری روانی است. یکی از خبرهای امروزی که در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های مستقل یعنی مطرح بود، اینم موقع شورای علما از این قرار جدید اخیر حکومت درباره پیشوای ملت، اون گفته که این امام علی الرحمن رئیس جمهوری کشور از خدمت‌های این شخص، از خدمت‌های انوشیروان و اسماعیل سامانی و دیگر بزرگان ملت بالاتر و بیشتر است، برای همین کمتر نیست، دقیق‌ترش کمتر نیست، پس برای همین پیشوای ملت. و عجیب‌ترش شورای علما باز یک فتوای دینی هم داد است که این پیشوای ملت اعلان کردن در چارچوب قرآن و سنت است. من نمیدونم که در تاجیکستان که اینقدر فشار بالای دینداران و یعنی تمام مظاهر دینی میارن، باز همه اینها در زیر حکومت امام علی الرحمن یعنی راه اندازی میشوند، انجام میشوند، باز میگویند که پیشوای ملت اعلام کردن در چارچوب قرآن و سنت است. یعنی نماندن مسجد، مشکلی بالای ریشدارها، حجابداران، حتی تعلیم دینی که در وقت شورای اجازت بود، یعنی این همه فشارها را ببینیم در زمان این دولتداری امام علی الرحمن انجام می‌یابند و باز هم اون پیشوای ملت بوده است. و عجیب ترش این است که این هم در چارچوب قرآن و سنت. واقعا هم این جای تعامل دارد. میدونید چرا؟ چون شما ببینید وقتی که این حکومت با تمام معیارهای دینی مبارزه بود و میخواست که نشان دهد که اصلا حکومت تاجیکستان، مردم تاجیکستان یک مردم دنیوی و مردمی هستند که اصلا مشروعیت خودشون از دین نمیگیرن، ولی باز همینجا میبینیم که حکومت به خاطر مشروعیت بخشیدن به یک عمل غیر قانونی یا اینکه یک منصب غیر قانونی یا اینکه یک جایگاه غیر قانونی خود میخواهد از دین استفاده کند. یعنی غیر مستقیم موقع دین، جایگاه دین رو در جامعه دارد اعتراف میکند، زیرا میداند که نمیتواند بدون اعتراف یا اینکه بدون مثلا همون مشروعیت گرفتن از دین این پیشوایی یا این نمیدونم والا مقام بودن یا اینکه جناب عالی بودن را چیکار کند در جامعه با مردم درست معرفی کند و بقبولاند با مردم. بله. باز هم میخواهند از طریق دین و در همه جا داد میزنند از اینکه دیگران دارن از دین سوء استفاده میکنند. بله. آیا واقعا این سوء استفاده از دین نیست؟ بله. که برای یک قانونی یک چیز بگم، این قانون این غیر دموکراتی، غیر دموکراتی، غیر قانونی، ضد کنستیتوسی است اصلا. شما تصور کنید این برای همین میخواهند چیکار کنند؟ قانونی که بر یعنی چند نفر که مخالفت کردن در داخل حکومت باعثی برکناری اونها شد، از کار رفت. مثل حفیظ بابایار که با این مخالفت کرد، با اولین برخوردهایی که در پیشنهادهایی که این قانون شد، حفیظ بابایار یکی از نظریه پردازان اون مرکز آینده‌نگری و یکی از ایدئولوژهای طرحهای همین آخری حکومت محسوب میشد. این وقتی که مخالفت از کار رفت، وقتی که این قانون پیشوای ملت در پارلمان به تصویب رسید، یک کارشناس خیلی یعنی خوب این رو توصیف کرد، پیشنهاد کرد که بگذار در مرکز تحقیقات NTS نزد رئیس جمهوری یک بخش خاصی برای عنوانگذاری عنواندهی تشکیل شود که تا اینکه نام‌های عنوان‌های جدید را بدهد. واقعا این جای تأسف است که چنین
اقدام های غیر دموکراتی در کشوری که ادعای حقوق بنیادی دموکراتی میکند واقعا چنین اقدام های غیر دموکراتی جای تاسف است. البته یک نکته دیگر رو هم باید بگویم که همیشه ما نباید یک چیز دیگر رو هم فراموش کنیم. ببینید آقای رحمان در مدت بگیم پرزیدنتی خود کارهای خوبی کرد، ولی با عملهایی که بعداً آمد کرد تمام اون پولهای ساختش رو خراب کرد در اصل. بله. از جمله امضای سازشنامه صلح. بله، این امضای سازشنامه صلح واقعا یک عملی ولی در اخیر چی شد؟ ملت دوستانه بود. ولی آیا واقعا تا آخر این به این عهد به این پیمان پایبند ماند؟ بله. این چیزها این رو ملت فراموش نمیکنه. درست است بعضی‌ها میخواهند از طریق نوشتن یا گفتن یا از طریق رسانه یا از طریق نمیدونم مکتب و دانشگاه و اینها یا از طریق کتاب و دیگرها یک چیزی رو به مردم تحمیل کنند، ولی هرگز ملت واقعیت رو از بین نمیبرد، فراموش نمیکند. ولی یک چیز دیگر این بود که واکنش بانک ملی تاجیکستان به اون خودکشی صرافی اون در اونجا آمده که تا حال اون ادعایی که برادری اون صرافی که خودکشی کرد از ادعای اون که قرض 120,000 جریمه شد اینا تصدیق نشده است و همچنین گفته که یعنی بانک ملی که چنین چیز تصدیق نشده است. تو چه حد این واکنش بانک ملی صحت دارد؟ ببینید واقعیت این است که جریمه شده است، وصیت‌نامه را نوشته است برای برادراش. بله. خب وصیت کرده است که خانه را بفروشید، قرض مردم را بدهید. جریمه 120,000 سومانی جریمه در تمامی رسانه ها وجود دارد. بله. از طرف دیگر عجیب است بانک ملی اینجا نوشته است که ما چنین جریمه کرده نمیتونیم، ما جریمه نمیکنیم اصلا، یعنی در صلاحیتی صرافی ها رو. بله، ما صرافی ها رو جریمه نمیکنیم، ما فقط بانک ها یا که مؤسسه هایی رو که با صرافی ها اجازت نامه میدن همونها رو میتونیم جریمه کنیم. سوال اینجاست که پس این جریمه رو کی کرد؟ از کجا؟ با کدام قانون؟ خود این جریمه ها غیر قانونی هستند. پس معلومه شد غیر قانونی هستند. یعنی اصلا یک چیزهای ضد و نقیض در این. ولی اگر شما ببینید جمال نورعلیف اونم گفته بود که در صحبتایی که یعنی عددی ترک جریمه ها و حدوداً 40 صراف را مورد جریمه قرار دادند. عجیب است واقعا وقتی که بانک ملی چنین گزارش میدهد که ما این جریمه نمیکنیم، ولی از طرف دیگر جریمه شده است و مردم در یک حالت عجیب میماند. واقعا ما نمیدونیم. شما خودتون فکر کنید در اینجا چقدر تناقض، چقدر تعارض، ضد یک چیزهای ضد و نقیض. ولی عجیب این است که بانک ملی گفته که ما ربطی به خودکشی او نداریم. یعنی این چی معنی؟ اینه که شبکه‌های اجتماعی مستقل نوشتن که اون خودکشی کرده به خاطر همین جریمه. حتی در مثل گفته در توصیه‌نامه خودش نوشته که مثلا این به خاطر همین جریمه بود. ولی باید واقعا اگر یک کشوری دموکراتی می بود اون کسایی که سبب مسئولی همین جریمه بودن اونها رو به جوابگری میکشیدن و اون بعضی کارشناسان هم به این است که باید بانک ملی به جوابگری کشیده شد. ولی یک چیز دیگر عجیبش این است که اینها از فعلا ادعا دارند که یعنی میخواهند که بگویند که دیگر اینها نه یعنی مخالف این جریمه های هنگفت هستند. یعنی اگر همین شما واکنش بانک ملی رو ببینید همین است. ولی باز امروز یک تاکسیران بیچاره 400 سامان جریمه شده است. یعنی ما از یک طرف میبینیم واکنش بانک ملی را که اونها یعنی یک نوع مخالفی چنین جریمه های هنگفت هستند و در طرف دیگر خودی همین امروز میبینیم که یک تکسیران بیچاره 400 سامانی به خاطر اینکه یک مجوز نداشته است 400 سامانی جریمه شده است. اصلا واقعا این مسائل اجتماعی در کشور ما خیلی پیچیده شده است و واقعا هم مسئولین ما اینقدر از مردم خود دور شدن که تصور کردن نمیتونن، درک نمیکنن وضعیت مردم خود رو. و چی برای چی؟ مثلا ببینید شما
در تاجیکستان مگر زواد و فابریکای زیاد دارن که این شخص با جای تقصیرانی برود در یک جای کار پیدا کند و برود کار کند. شما مطمئنم اگر حکومتداران ما مسئولین محترمی ما برای این جوانان این افراد یک جای کاری مناسب تهیه کنند حتما میروند کار میکنند و هیچ وقت نمیروند یک کاری غیر قانونی مثلا بدون مجوز تقصیرانی کنند. ولی از طرف ببینید شما در تاجیکستان تنها دو چیز مونده است، یا بازار یا تقصیرانی. واقعیت جامعه همین است. مسئولین محترم باید اینو درک کنن آخی، ولی میخواهند به حد فشار آورده ایستادن که همون تقصیرانی هم باید که باید منفعتی یک گروه باشد. هیچ احساس نمیکنن که این تقصیران بیچاره‌ای که یعنی از یک سوری 3 سامانی میگیرد این پولی هنگفت 400 سامانی را از کجا پیدا بکنن؟ یعنی وقتی که من میدیدم اون بیچاره هایی که از کمیره ها یعنی پولی هنگفت 4000 سامان و 20000 سامان و من چند تا دیدم که اونهایی که کردن ماشین هایی که داشتن اونا رو فروختن آوردن اون جریمه رو دادن. هیچ یک بار هم در حق اون بیچاره فکرم نمیکنن که این جریمه های هنگفت رو از کجا و سبب میشود که جوانان و بیچاره ها چیکار کنن؟ به خودکشی و دیگر کارهای نوشی هم دست بزنن. از این طرف هم نگاه کنیم یک بار. مثلا بگذار یک تقصیران رفت و بدون مجوز تقصیرانی کرد. شاید اون بیچاره همون شخصی است که در یگان مؤسسه یگونجا کار نمیکند. کار ندارد. امروز از روسیه آمدن، در همین شب و روز مردم ما معمولا از روسیه برمیگردن. دیگر جای درآمد ندارن، میروند به خاطر چند پول یافتن رزق کودکاش گذراندن میرود تقصیرانی میکند. آیا واقعا ما درک میکنیم که یک نفر به خاطر روزگذرانی فرزنداش دست به دزدی نزده است، غارت نکرده است، یک جا جنایت نکرده است، فقط تقصیرانی کرده است، ما بیایم چنین با او جریمه بندیم؟ آیا این فکر واقعا فکر کنیم که این ملت رو به کجا برده ایستاده ایم؟ این خیلی مصیبتی کلان است. واقعا اگر ما در یک مدت کوتاه نگاه کنیم، ما مردم خود رو درست درک کنیم و بیایم مثلا نگاه کنیم، ما میگیم که اینو غیر قانونی بدون مجوز یا اینکه مثلا در بازار بدون پتن نمیدونم چی فلان اینها، آخر یک بار فکر کنیم این بیچاره ها باید ریسک روزی خود رو پیدا کنن یا نه؟ برای ریسک روزی اینها رو پیدا کردن شما برای اونها جای کار ندادید، حداقل نان دهانشان رو نکشید نگیرید دیگر. ما حداقل به این اندیشه باشیم. ببین تاجیکستانی که از نگاه اقتصادی از همه کشورهای پساشوروی بدترین حالت در اخرین مقام هست، ولی در برابرش اندازه اون قیمتترین و هنگفترین است از همه. جریمه هاش هم مثل اینکه از همه بلند، جریمه هاش هم همچنین دیگر. امروز خبری شد که یک مهاجری تاجیکی جارو میکنه در شهر سنت پترزبورگ روسیه، یک نوزاد 5 روزه که افتاده بود اون را پیدا کرده است و به مقامات سپارده است. یعنی یک خدمتی که اگر این مهاجری تاجیک در اونجا نمی بود واقعا این نوزاد 5 روزه سرنوشت چی میشد در این خنکی معلوم بود. واقعا مهاجران ما یعنی متاسفانه خبرها درباره اینها کمتر است، ولی در مهاجرین تاجیک بسیار خدمت‌های و بسیار یک کارهای خیلی خوبی در اونجا میدین، ولی متاسفانه رسانه‌های روسی بیشتر اون جنبه‌های منفی بیشتر تمرکز میدین. یعنی ببین امروز فرزندی 5 ماهه تاجیک کشته می شود، ولی باز یک تاجیک یک نوزاد روسی 5 روزه را نجات می دهد. یعنی یک عجیب چی است. واقعا این یک بار اگر ما نگاه کنیم مشکل در کجاست؟ ما اگر به این قضیه ها نگاه کنیم، این خبری اولی نیست. مثلا اون جوانی که یک کیف پول یا اینکه سمکچه پولی یک خانم روس رو پیدا کرده، با اون در تمام روسیه معروف شد و حتی که اون آدمی که پولش رو گم کرده بود میگفت که من یک بار دیگر باور کردم که انسانیت زنده است، وجدان در جامعه هنوز نمرده است. فقط به خاطر این عملی این جوان تاجیک. یعنی واقعیت این است، متاسفانه مسئولین محترم ما باید یک بار برگردند و دیگر بس کنند مردم رو، جوانان ما رو همیشه معرفی کردن به نام افراطی، گرین فروش، نمیدونم راهزن،
یا اینکه به کدام جنایتکار رو این معرفی کردن بیاین و واقعا هم جوانان ملت خود رو به عنوان جوانان شایسته، جوانان بهترین، دلسوز ملت، دلسوز انسانیت و دارای فرهنگ بلند انسانی و ملی با این ویژگی ها معرفی کنند دیگر جوانان. یعنی متاسفانه امروز شده است تاجیک با اون ویدیوهای فحشی که یعنی نشر میکنند با اون که مثلا 20 نفر در اینجا مثلا به اتهام تبلیغ و یا سلفی یا دیگر، یعنی در همه جا متاسفانه تاجیک همچون یک جنایتکار، همچون افراطی، همچون یعنی یک مشکل دار یعنی شناخته میشد، معرفی شده است. در حالی که ما مثل اون مهاجری تاجیکی 22 ساله که این کودک نوزاد 5 ساله نجات داد. یک چیز دیگر چند پیش خبرها درباره آگاهی افسران پلیس، یعنی چند افسر پلیس آگاهی گرفتن و حتی بعضیش در منطقه بدخشان برکنار هم شدند. یعنی و سبب هم اینم که یعنی رفتارهای علاهیده شخصی اونها با مردم این سبب شده است که این اقدام ها علیه اونها صورت بگیرد. به نظر شما پلیس تاجیکستان یا میلیس تاجیکستان تا چه حد درد مردم را درک میکند و اون وظیفه والایی که دارد اون را چطور انجام میدهد؟ این هم یکی از مشکلات واقعا جدی کشور ما است. میدونید امروز اگر واقعا به همین ساختار نگاه کنیم، مثلا به میلیسه اگر نگاه کنیم، بله واقعا وظیفه مشکل دارد، وظیفه دشوار دارد والا هم واقعا و بله خیلی وظیفه مهم و بسیار پرمسئولیت هم هست. ولی متاسفانه همین قشر، همین گروه امروز در جامعه ما منفورترین مردمند. بله مردم ما در تمام دنیا، در اکثر کشورهای دنیا، مردم به میلیسه با دیگر دید نگاه میکنند، اون را حامی خود، پشتیبان خود، پناهگاه خود میبینند. ولی در جامعه ما از پلیس همه میترسند، نفرت دارند و همیشه یک شوخی معروف هم هست که خدا هیچ کس کارش با میلیسه و با بلنیسه نه اندازه. این علاقه برای چی این است؟ از به خاطر اینکه در این ساختار افرادی آمدند که اصلا مسئولیت شناس نیستند. به جای اینکه در درد مردم رو بشناسند، با درد مردم رو درمان کنند، مردم رو به مشکلاتی بدتر گرفتار. یعنی به نظر شما مقامات تاجیکستان منفعت دار هستند که پلیس ها بیشتر مورد تحقیق و بازجویی نشوند؟ یعنی مثل که دیدیم که در بسیاری حادثه هایی که رخ داد، مثل عمر جان این عمر باباجانوف از ناحیه وحدت، عمر جان توجیف از در اسفره، اینها کشته شدند ولی کسی از پلیسی که سبب عاملان این حادثه بودند به جوابگری کشیده نشدند. یعنی ما این چیزها رو روزانه میبینیم. پلیس یعنی ما در بین میلیسه ها پلیس آدم های با وجدان هم هستند، ولی متاسفانه همون قدر آدم های فسادکار، آدم های رشوه‌خوار، آدم های ظالم در بین اونها نفوذ کرده است که امروز هر کسی که در تاجیکستان همه از پلیس میترسد. در کشورهای چطوری گفته، در کشورهای دیگر برعکس، اگر جای راه پیدا نکرد از پلیس میپرسد، اگر مشکلی شد از پلیس میپرسد. اما در ما برعکس است. حتی در کودک ها هم میگن که خب کن که پلیس میآید یا میلیسه میآید. یعنی متاسفانه این از نگاه روانی هم اینم تاثیرهای منفی. امروز اگر شما نگاه کنید اکثرا در جامعه ما وقتی که با میلیسه یا که با این گروه ها این قشر نگاه میکنن، مثلا اونهایی که بازرسی دولتی اتومبیلی، اونها با میلیسه داخل میشوند و اونها رو از همه رشوه‌خوارترین مردم تاجیکستان میدونن. امروز همه هر کی راننده ماشین هست امروز از اونها نفرت دارد و اونها رو میدوند که حتما بدون هیچ دلیلی از راننده ها چیزی میگیرن و حتی در مورد اینها داستان های چخیلی میگن لطیفه های زیادی هم ساختن. از طرف دیگر نگاه کنید همین میلیسه ها در اکثر جاها دارای خانه ها و ماشین ها و چیزهای یعنی ثروت هنگفته شدن. از کجا؟
از همون حق مردم. به همین خاطر مردم با اونها چشم خوب ندارن. یک چیزی عجیبی به یادم آمد. من وقتی که در ایران دانشگاه تحصیل میکردم، پسرم در ایران متولد شده بود، خیلی خرد بود، ولی وقتی که تبلیغات رو در تلویزیون میدید و اینا رو میگفت که من پلیس میشم. بله. بعد چند وقت گذشت. چرا؟ چون که همیشه و یک در وقتی که در باغچه بچه ها میرفت یک شعر برای اون با هم یک شعر میخوندن و در تلویزیون هم خیلی تبلیغات خوب بود. چی میگفتن؟ میگفتن آقا پلیس زرنگه با دزدا خوب میجنگه. این از اون زمان در یاد من مونده است، چون پسرم اینو همیشه تکرار میکرد، میگفت من پلیس میشم. ولی وقتی الان حاضر با اون میگم که مثلا شما درباره پلیس وقتی گپ میزنم خیلی بدش میاد، چهره منفی داره در ذهنش، دیگر اون تصورات اولیه نیست. بله. این تفاوت رو میتوان آشکارا در اینجا دید. اگر مقامات واقعا میخواهند که پلیس را اصلاح بکنند، یعنی به این یک دو حادثه نمیشد، مثل که این که رشوتخوری فقط 4 معلم بیچاره و 4، ولی اونهایی که واقعا رشوت میخورند، اونها نهنگ های کلان، اونها را بازداشت نمیکنند. همچنین پلیس هم اون ملیسه بیچاره چند اون آگاهی میگیرد، ولی اونهایی که واقعا مردم ظلم میکنند، فسادکار هستند، رشوه‌خوار هستند، اونها آزاد و برعکس روز به روز درجه ها آن بلند میشه. متاسفانه یک خبر دیگری که شاید امروز مهمه اینه که نتایج تشخیص مرگ عمرعلی تاجیکی خردسالی 5 ماهه اعلام شده. در اون مثل که در صحبت دیروز گفتیم، همون توقع، همون چیزی که بود که ما توقع داشتیم. یعنی این کودک مریض بود، کسل بود، یعنی ویروس داشت. اگر در اون بازداشتگاه هم کشته نمیشد یا وفات نمیکرد، در به اون هم خودش وفات میکرد از این کسل. یعنی یک چیزی که توقع این بود. متاسفانه یعنی این کودکی، بگذار ما کلان ها را یک طرف کنیم، این طفل معصوم که بسیار در یک حالت مشکوک وفات کرد، امروز حق یعنی اون بیچاره را، حق اون بیچاره داده نمی شود. یعنی این یک وطنی شدیم ما، یک ملتی شدیم که یعنی حتی کوچکترین طفل هم که طفل معصوم است در همه جا یک جایگاه خاصی دارد. متاسفانه اون هم در پروندهش ناعدلی صورت گرفت. واقعا اینجا یک ناعدالتی در این پرونده دیده می شود. البته اگر واقعا هم به این جواب، اگر این از نگاه انتقادی اگر یک نگاه نظر اندازیم، مثلا خب اگر بیمار بود، اگر شما اون رو از مادرش جدا نمی‌کردید، شاید مادرش رو با بیمارستان می‌برد حداقل. بله. وقتی حالش بد میشد، طبیعی بود که مادرش با بیمارستان می‌برد حداقل رو. ولی معلوم است که این یک پرونده سیاسی کردن. ولی عجیب این است، نماینده‌های دومای روسیه میخواهند این قضیه منصفانه حل شود و این مسئله رو حتی که نماینده یکی از نمایندگان دومای دولتی روسیه گفت من مستقیما زیر نظر میگیرم و میخواهم که در این باره تحلیل ها منصفانه صورت بگیرن. یعنی در داخل روسیه هستند گروه هایی که میخواهند این قضیه منصفانه، یعنی مربوطی فقط تاجیک نیست، این یک طفل معصومی است، میخواهند این منصفانه حل شود. ولی نمیدونم چرا، برای کی مشکل است که یک کودک به حقوقش رسیدگی شود و حقوق یک کودک بیگناه به او برگردانده یعنی شود. مثل اینکه اون افسری روس که اون زنی تاجیک، دختری جوانی تاجیک رو کشت ولی باز سبب شد که اون مشکلی روانی دارد و اونها در بیمارستان روانی بستری شده است. یعنی این چیزی است. واقعا این یک معماهایی هست که باید به اینها رسیدگی کنند و دیگر مردم ما این چیزها رو خودش درک میکند. البته مردم میدوند که وقتی یک نفر در داخل تاجیکستان یک تاجیک رو میکشد و عنوان میشود که او بیمار روحی است، میرود و از این جنایت تبرئه میشود. بله.
بدون مجازات فردا خواهید دید که اون آزاد میگردد و دنبال کار خودش میرود. ولی حتی یک طفل تاجیکی که در اونجا کشته میشود، طفل بیگناه، حداقل کمترین مجازات برای اونها مگر کجای دنیا را ویران میکند؟ خوابی کی را میپراند؟ چرا یک مثلا اگر همین عمر علی نظرف مثلا اگر همون مسببان مرگش پیدا شوند و مجازات شوند، خب چی میشود؟ من نمیدونم. ولی این به نظر من این است که وقتی خونی تاجیک به قدر می شود، عمر علی باباجانوف، عمر باباجانوف و امید توجیوف دیگر ها که در وطن خود کشته می شوند و یعنی خونشان قدر ندارد، پس در یک کشور دیگر هم طبیعی است خداوند این ملت ما را سربلند بگردانه. خداوند این ملت ما که اینقدر عذاب میکشد به یک زندگی خوبتر و بهتر نصیبش بگرداند. خب برادر عزیز تشکر. این بود بینندگان گرامی برنامه بازچی گپ. تشکر زیاد. تا بازدید.